سوره زوها یعنی آغاز روز در مکه مکرمه نازل شده است و از 11 آیات عبارت است. بسم الله الرحمن الرحیم به نام الله بخشاینده مهربان. والضحى الله سوگند یاد میکند. سوگند به وقت چاشت. مراد از چاشت تمام روز است. واللیل اذا سجى و سوگند به شب چون بپوشد با تاریکی خود اطراف را. الله به آنچه که خواهد از مخلوقات خود قسم یاد می کند. اما برای مخلوق جایز نیست به غیر نام الله قسم خورد، زیرا این عمل شرک است. ما ودعك ربك وما قلى ای محمد، که پروردگارت تو را ترک نکرده است به سبب تأخیر وحی و بعد هم ندیده است. وللآخرة خیر لك من الأولى البته آخرت برای تو بهتر است از دنیاست. ولسوف يعطيك ربك فترضى به زودی پروردگارت تو را ای محمد از نعمتهای گوناگون عطا خواهد داد تو خوشنود شوی. ألم يجدك يتيما فآوى آیا تو را قبل از این یتیم نیافت و جایت داد؟ ووجدك ضالا فهدى و تو را راهگم کرده یافت که نمی دانستی چی است کتاب و چی است ایمان. پس تعلیم داد تو را آنچه را که نمی دانستی و به نیکوترین عملها هدایتت کرد. ووجدك عائلا فأغنى و تو را فقیر و بیچیز یافت و به قانعت و صبر ثروتمند و دارایت گرداند. فأما اليتيم فلا تقهر پس یتیم را میازار. وأما السائل فلا تنهر و گدا را مران بلکه طعام ده و حاجتش را برابر گردان. وأما بنعمة ربك فحدث و از نعمتهای پروردگارت که به تو ارزانی کرده است سخن بگوی.